سپر میانگین سن اعتیاد میدونی چقدر شده؟ بستگی به لوکیشنش شده. میانگین سنی تو کجا؟ تو ایران دیگه. الان کجاییم؟ تو ایران دیگه. میانگین سنی تو آمریکا الان برات سراغ دارم اصلا کلا 5 سالگی رو شروع میکنه. نه ایران. شیرخوشش کوکائینه. پس لوکیشن مهمه آقا. لوکیشن خیلی مهمه تو مصرف موادی که داری. خیلی مهمه. خیلی مهمه. البته یه موضوع دیگه هم هست علیا. بحث اینه که اعتیاد به چی؟ آره من تو شروع کردی. سوال قشنگ بود. اما تو شروع کردی. گزینه‌های اعتیاد رو بریز روی میز. ببین اعتیاد فعلا میخوای به غیر از مواد مخدر صحبت کنیم. خب البته بحث اعتیاد که میاد بحث مواد مخدر میاد تو ذهن افراد. بذار اینو کنیم عوضش کنیم موضوع رو. خب اعتیاد به چی؟ ببین ما تو زندگیمون الان به نظر من یه سری اعتیادا داریم که اصلا از مواد مخدر بدتره. از صفحات مجازی و گوشی و اینترنت گرفته تا نوشابه و نمیدونم خیلی چیزای دیگه ای که سیگار و قلیون و همه اینا خودش اعتیاد دیگه. اعتیاد مگه فقط باید مواد مخدر باشه؟ آیه بحث این صحبت باشه الان همه یه مش معتادیم داریم دور هم. آره دیگه همینه. تو معتادی من معتادم شما معتادی. به خاطر همینه. نداره جدی دارم میگم آقا الان اگه اینو کس نمیتونه میانه رو باشه به خاطر همینه دیگه. ببین میانه رو بودن خیلی قشنگه خیلی بحث قشنگه ولی یه موضوعی که این وسط پیش شد من اعتیاد تو جوونا خیلی بیداد میکنه. حالا اعتیاد به چی؟ بعضیا هستن یه سری فیلم‌ها میشینن نگاه میکنن. حالا میتونه فیلم اکشن باشه میتونه کمدی باشه میتونه علمی فرهنگی باشه میتونه جنگ‌های صلیبی تن به تن جنگ نرم جنگ سخت جنگ سرد جنگ گرم. آره جنگ‌ها اصلا تعداد جنگ‌ها خیلی زیاده. خب بستگی داره خود فردش داره دیگه. الان من یکی سراغ دارم که بنده خدا اصلا جنگجوه هستن. قشنگه واقعا جنگجوه. آره جمونگه برای خودش دیگه. واقعا با خودش خیلی کار داره. شمشیر رو از رو بسته. آره واقعا به نظر من اعتیاد از این زاویه. ببین الان چیزی که بیشتر از همه جامعه ما رو در بر گرفته اعتیاد چی گرفته؟ در بر گرفته. درست گفتم دیگه. آره در بر گرفته. گوشی و فضای مجازی و اینستاگرام و یوتیوب و فلان و بیسار و این داستان هست. به نظر من بیا راجع به فان این موضوع صحبت کنیم چون انقدر اعتیاد همه رو در بر گرفته نمیتونیم در بر هیچ جوره نمیتونیم موضوع رو حلش کنیم. خب چون واقعا این از کمپ‌های ترک اعتیاد هم این توانایی خارج اصلا نمیشه. ولی موضوعی که هست اینه که بیا لذتاش صحبت کنیم. به نظر من لذتی که بخوایم بهش اشاره کنیم هیچ لذتی نداره. خواستم از این دفعه آقا جان نکنید چه وضعش خدا وکیلی. یعنی من خودم هم دارم سر کار پشت در مشتری من تو مغازه. آره ببین نمیتونیم این موضوع رو قطعش بکنیم حداقل مدیریتش کنیم دیگه. باید حواسمون باشه. ببین به نظر من این بحث مدیریت خیلی تاثیر میذاره تو زندگی خودمون. انقدر سرمون تو گوشی‌ها بوده هممون هیکلمون به هم ریخته. رک نه کسی ورزش میکنه نه کسی لایف استایل درست حسابی داره. من اصلا نمیبینم هر چیزی که هست طرف توی اکسپلور اینستا که داره میچرخه زندگیشون توی دیگه. ببین ناخود دور و بریامون هر کدوم به یه چیزی اعتیاد داره. یکی اعتیاد داره که آقا فقط کار میکنه. یکی اعتیاد داره آقا مثلا روزی 2 پاکت سیگار میکشه. یکی اعتیاد داره فقط میشینه خونه فیلم نگاه میکنه. یکی هست میشینه نمیدونم بازی میکنه صبح تا شب. هر کسی به یه چیزی اعتیاد داره. الان منتها مردم انگار خودشون حواسشون به کارهایی که میکنن نیست. انگار دوست دارن توی این روتینو توی این ماتریکس گیر کردن رو. من خودم هم الان اعتیاد دارم. آره به همین گوشی اعتیاد دارم. چرا؟ چون کارمون تو فضای مجازیه. ما باید اول دور و بریامون رو حواسمون باشه توی کامیونیتی چه اتفاقایی میفته. بعد بالاخره توی این دنیا هم اینجوری شده پیش رفته که توی این باشی. اصلا اینا این کاری کردن که شما برین تو ولی اینکه این تو هم میای بیرون الان چون همه چی رفته این تو این میای بیرون با دنیا اصلا کلا ارتباطت قطع میشه. نه کارتو میتونی انجام بدی. شرکته میخواد نمیدونم فاکتور بفرسته نمیدونم میخواد اینترنت نمیدونم پیک بگیره هر کاری میخواد بکنه همش اینترنته. تا میری پیکو بگیری سری میری سمت اینستا. آره ببین آخه به نظر من بحث مدیریت توش نباشه لذت حتی لذت از اون کوچیک‌ترین کاری هم که داری انجام میدی نمیبری. تو میخواد گیم باشه میخواد بازی باشه داری
بازی میکنی، متأهلی، زنت میاد میگه که بابا بس دیگه همش تو بازی فلان این حرفا. میخوای تو خونه خودتون بازی بکنی، پدر مادر میگن همش تو اتاقی داری بازی میکنی چه وضعشه و این حرفا. ببین این وسط الان صحبتی که پیش میاد بحث تعادل و مدیریتشه دیگه. یعنی تو این قضیه رو بتونی مدیریتش بکنی، به نظر من از هر اعتیادی که داری میتونی لذت ببری. و وقتی که شما اینو مدیریتش میکنی، اون اعتیاد دیگه نمیشه اسمشو گذاشت. به نظر من این قشنگترین توصیفی که میتونم راجع به اعتیاد بهت بگم. اگر بتونیم مدیریتش کنیم، نمیتونیم قطعش کنیم، یا خودمونیم دیگه، نمیتونیم اینستا رفتن رو قطع بکنیم، نمیتونیم. خب بعضی هستن یه خسته شدیم، آره درصدشون خیلی کم این تعداد افراد که کلا گوشی رو میذارن کنار میچسبن به ورزش اینا. دمتون گرم اسمشون اومد دعوتشون. اونم به نظر من خوب نیست. از چه نظر؟ ببین دیگه تو با دنیای بیرون هیچ ارتباطی نداشته باشی، کلا دور میشی آخه از همه چی. هیچ خبری نداشته باشی، آقا از فامیل، دوستت، آشنات بالاخره بهت زنگ میزنن صحبت میکنن، تو اگه اینو کلا بذاریش کنار میشی یه آدم افسرده به نظر من. تو اگه یهو بخوای اینو کمش بکن ولی بحث تعادل است دیگه. آره ببین تعادل آخه نمیتونه. آقا ما هممون یه جوری به یه نحوی یه جای از یه این ور رو میگیری اون ور میزنی بیرون، اون ور رو میگیری این ور میزنی بیرون. نمیشه همش. این به خاطر نمیدونم درگیری ذهنی است. ما میخوایم از اون استرس و اون ترسی که تو جامعهمون داریم، تو لحظه‌مون داریم، میخوایم دور بشیم. مثلا اون که میخواد همش میشینه بازی میکنه، یه ذهنیت ولی داره، یه مشکلی داره، استرسی داره، میخواد بشینه فقط بازی کنه که خودش از اون فضا خارج کنه. به نظر من خب اگه بخوای خودت از اون فضا خارج کنی، میای بازی میکنی، دوباره میری تو این اخبار رو میبینی کلا میریزی به هم. اینم هست. ببین اصلا من نمیگم کلا باید بذاریم این موضوع رو کنار، بحث من همون مدیریت هست. یعنی شما گفتم مدیریتشو بخوای، یعنی با مدیریت بخوای بری جلو، به نظر من هر کاری که باشه ازش لذت میبری. ولی به نظر من، بازم میگم نظر شخصی منه، میگم که این ورزش لامصب همه ازش دور شدیم. واقعا دارم میگم. یعنی خیلی مهمه یه نگاه تو آینه به اصلا خودمون، هممون یه نگاه تو آینه به خودمون بکنیم، ببینیم آقا جان خودمون با خودمون حال میکنیم. چند ساعت شما میری اصلا برو همیانه تو خیابون از مردم یه گزارش تهیه بکن، بگو شما چند ساعت زندگی تو اختصاص دادی به گوشی و چه میدونم گیم و اینستا و هر چیزی که هست. ببین چی میگن. اگه نگفتن، اگه میانگین این افراد نگفتن آقا جان ما مثلا 4-5 ساعت تو گوشی مونیم، این 4-5 ساعت یه ساعتش بخوای ورزش بکنی، حتی تو خونت هم بخوای ورزش بکنی، لایف استایلت واقعا شکل میگیره. خب این یه موضوعی که به مرور هم هی بیشترش میکنی وقتی بهش عادت کنی، وقتی نتیجه رو تو خود ببینی خب بیشترش میکنی دیگه. ولی به نظر من نمیشه اعتیاد به گوشی رو قطعش کرد. چجوری اصلا کلا این اعتیادا رو، این عادت‌ها رو چجوری میشه ترکش کرد به نظره؟ گفتم دیگه ترک واقعا خب کار سختیه. کمش کرد، کنترلش کرد. آخه میذاری کنار برمی‌داری، اصلا نمیشه هیچ جوره ترک کنه موتوره. هیچ جوره نمیتونی این موضوع رو ترک کنی. میخوای ترک کنی اوکی من میذارم کنار، میام کنار تو مثلا میری تو گوشی اکسپرت میاری بالا میگی سپر نگاه کن، دوباره نگاه میکنم. اصلا تو بغل دست من باشی دیگه نمیتونم اصلا خودم این موضوع رو ترکش کنم، ناخودآگاه جذبش میشم، میرم نگاه میکنم یعنی برای من بفرست. حالا کجا بفهمیم که معتادش شدیم، اعتیاد داریم به اون چیزی که یکی به نوشابه اعتیاد داره، یکی به گوشی اعتیاد داره، یکی به فسفود اعتیاد داره. اعتیاد به خوراکی من کاری ندارم، ولی اعتیاد به کارهایی که داری استفاده میکنی انجام دادنی محدودش کنی. نه میخوای ببینی مثلا واقعا این کلمه اعتیاد برازندته یا نه. به نظر من اگه تو طول روز اگه مثلا با گوشیت میخوای کارهای شخصی و درآمدزایی و اینا اصلا کاری ندارم، کارهای مثل گیم و اینستا چرخیدن و روی بیکاری چرخیدن، جمع‌بندی این ساعتاشو تو طول روز بخوای انجام بدی، به نظر من بیشتر از 2 ساعت بخواد بشه، به نظر من میشه بهش گفت اعتیاد. حالا تو همینو میتونی بیاری توی یه سری بحث‌های دیگه با جنبه‌های متفاوت. آره مثلا میگم من یک کس اصلا به جز وعده‌های غذایش در طی روز یه سری نوشابه میخوره، نه چیزا میخوره. واقعا یه چیز ببین کافئین داره دیگه، اونم خودش یه جور اعتیاد حساب میشه. اصلا خارج از بحث این که تو عادت به چیز داری، اون خودش یه جور اعتیاد حساب میشه. ببین محدود کردنش و کم کردنش، یعنی ساعت بذاری. مثلا بگی آقا مثلا من در طی روز 12 مثلا تا 12 گوشیمو چک میکنم، دوباره ساعت مثلا 3 تا 3 گوشیمو چک میکنم، یه مدت اینجوری انجام بدی.
عادت کنی به این کم استفاده کردنه، بعد یه مدت دیگه خودت ناخودآگاه کم استفاده میکنی. تا حالا تو بچگیات برنامه‌ریزی برای زندگیت داشتی؟ من انقدر ساعت درس بخونم، انقدر ساعت انجام دادی؟ نه تموم شد. واسه چی میگی الان میخوای؟ من شاید اینجوری نباشه. همه همینیم آقا، همه همینیم. شاید جو گرفته شما مثلا تو اون 2 ساعت پلنی که چیدی مثلا بری ورزش بکنی 1 ماه انجام دادی، ماه دوم قول میدم انجام ندادی. اگر یک سری هم بخواد این برنامه رو داشته باشن، شاید بهت بگم 60-70% آدمای دور و برمون همه لایف استایل قشنگ دارن. به نظر من این بخوای ساعت بذاری، نه، با خودت باید کنار بیای. یه جایی باید به خودت بر بخوره دیگه. آقا جان من خودم وقتی که نگاه میکنم استایل خودم ببینم به هم ریخته، تنها چیزی که میاد تو ذهنم میگم از تایم اشغالم بزنم برم باشگاه، ورزش، پیاده روی، هر چیزی که میتونه باشه. ولی به نظر من بازم دارم میگم اول باید ببینی با خود چندی ببین اصلا میخوای این موضوع رو کمش بکنی، ترکش نه، کمش بکنی. ورزش تو بخوای به زندگی تزریق کنی، چه میدونم، نمیخوام ترویج کتابخوانی بدم، چون من بخوام بگم کسی که داره میخونه کتابش رو میخونه، کسی که اهل کتاب نیست اصلا نمیخونه. این اصلا باید تو خونت باشه. خب کار درست درمون خیلی زیاد هست، نمیدونم کتاب خوندن، مجله حل کردن، فلانه، اونا باید تو خونت باشه. نمیگم برو انجام بده، اگه به گفتن من انجام میدی خب برو انجام بده، دمت هم گرم. ولی بحث من اینه که به نظر من باید بشینی ببینی کجا زندگیت، بعد برنامه‌ریزی کنی برای خودت. ولی به نظر من کلا موقعی که تو یه چیزی خستت بکنه، یعنی از انجام دادن یه کاری خسته بشی، خب دیگه با علاقه اون کار رو انجام ندی ولی دیگه مجبوری انجام میدی، عادت کردی و داری انجامش میدی، اون میشه اعتیاد. و به نظر من حتی یه سری کارها هستش که داری انجام میدی و ازش هم لذت میبری، به اینم میگن اعتیاد. ولی تو طولانی مدت یه جای لذت میبری. گفتم دیگه، ببین تو طولانی مدت اثر خودشو نشون میده. چند سال میخواد بگذره، 7-8 سال 10 سال لذت بردی، میخوای مشروب بخوری، میخوای چه میدونم انبرنسا دود کنی، هر کاری که داری میکنی من کاری ندارم. ولی الان که داری گل و بلبلته فرا پس فرا تو خیابون داری میری، ساید افکت داره دیگه. یهو میچرخی تو خیابون میگی کیه کسی نمیشناسی، میری تو کوچه بنبست خود پسی میزنی میگی کی بود. مجبوری یه ماه بذاری بری قید بشی، ما یه بنده خدایی نباشی. یه بنده خدایی اصلا داشتیم، این میرفت کوچه بنبست محکم میخورد بالا یه دونه میزد بله اون کیه اینه. داشت من وقتی سال بهش بگذره از انبرنسا دود کردن، خب این اتفاقا برات رخ میده. نکن عزیزان، درگیرش نشو. تو کل جهات اکثر نقاط تهران که داری میچرخی بو شنبلیله میاد. عزیزان نکن به خدا، همه جا قرمه سبزی جوابش چند سال دیگه میبینی، بعدم میفهمی چی شده. الان نمیفهمی 5-6 سال خدایش هم. آره شاید بهت بگم که من تو دور و بری هممون هست دیگه، هر کی بگه نیست اصلا خنده داره. طرف نگاه میکنه اصلا فاز درس خون بودن و چه میدونم درس خون بودن، خیلی درگیر درس و مدرسه و این داستاناست، یهو میبینی از تو کیفش در میاری میبینی یه چیزی درباره گلدون انقدر. میخوام یه چیزی بهت بگم که اصلا ربطی نداره، طرف کتونی زرنگی پوشیده و همه رنگا احترام گذاشته، اصلا کاری ندارم. اصلا بچه مثبت موقع یه کتابو حلوجلش تموم شد رفت. هیچ موقع کتاب حلوجلش قضاوت نکن. آره نکن آقا جان، مغز برات نمیمونه. آره ببین جوونان دوران نسل ماها رو که سر کنکور با ریتالین کشتن، یه سریا رو اینقدر شب بیدار موندن در ماها آزاده. آره به خدا ما کردیم، اسیر بودیم. ما تو خوابگاه میرفتی نگاه میکردیم اون گوشه یکی داره درخواست کمک میکنه با دود علامت میده، میرفتی کتاب خونه میدیدی آجی اون بعد دارن اسفند دود میکنن، صلوات میفرستن. اصلا میای این ور نگاه میکنی میبینی دور مثلا یه چیزی از چی داره میخوره، میگی چیه؟ میگه اسمارتیزه. بابا مردی که چیه اسمارتیزه؟ همه اسمارتیزه که سفید میشه. نه میخوام یه چیز بگم. آخه همه ما داریم همه اسمارتیزا سفید باشه؟ نمیشه. قرص نعنا. خب تو بیا بگو قرص نعناه، من حداقل پول بخورم. یه قرص سرآورده اینقدر نگاه میکنه همش سفیده، میگم نکن داری بیچاره میشی. میگه اسمارتیزه، میخوام فوقش مرز قند بگیرم. بیچاره چه دروغ داری میگی؟ بابا مشخصه خود اسمارتیز نی. آقا بد میگم جلو بچه‌ها بگو بد میگی. هر کی میگه من بد میگم کامنت بذاره. تموم شد.
ببین کلا این قضیه اعتیاد یه چیز مفصلیه، یعنی مفرحیه، یعنی بخوای صحبت کنی نمونه زیاد هست که بخوای راجع بهش صحبت کنی، ولی خب کلا آقا اعتیاد به هیچ چیزی خوب نیست. اعتیاد به نمیدونم رفاقت و رفیق بازی و اینا خوب نیست، اعتیاد به کار خوب نیست، اعتیاد به نمیدونم تفریح زیاد خوب نیست. خلاصه جوونا الان باید بیشتر احتیاط بکنن که دچار اعتیاد نشن. خب ولی آخه از یه طرف هم ببین ما الان تفریح آنچنانی نداریم تو شهرمون، بچه‌هامون جوونامون به جای اعتیاد هیچ کاری نمیتونن احساس میکنن بکنن. اعتیاد به چی؟ بشینه تو ماشین با رفیقش در خونه تو گوشی اینستاشو چک کنه، نمیدونم مثلا برن بشینن پارک با هم دیگه سیگار بکشن، یا نه هر شب تا 6 صبح بشینن با هم دیگه کالاف بازی کنن. خودش اعتیاده تا 6 صبح کالاف بازی کردن. ولی ببین من یه چیز میخوام بهت بگم، احتیاط اصولا در جوامع ما انسان ها یه سری بوهویت هایی هستش که ایجاد میکنه و این بوهویت ها اعم از این که شما باید خیلی حواست به آب و هوا باشه، احتیاط کن. آب و هوا این روزا خیلی وایسا گوش کن حرف منو، آب و هوا این روزا خیلی میشونت، تا هوا میگیره بشینیم صبح میشه پاشیم. کجا؟ ببین ویلا رو برش کن تو ماشین میشینی، ببین میشینیم هم دیگه پاک میشیم. گرفتی چیت میگم؟ اصلا انگار چسبیدی به زمین. خب احتیاط بکنی یکی دو نفر ببین مشخص باشه آقا نهایت پنجشنبه آقا بارونی زد، برفی اومد، هوا ابری شد، شمالی رفتین. اصلا شما اگر میخوایی که احتیاط کردن جواب بده و بحثش میکنم به اون بحث اعتیاد، شما هم باید اون زمینی که داری توش بازی میکنی هم توپ بازی رو عوض کنی، هم زمین بازی هم یار بازی. این ستا رو واقعا باید عوض بکنی. بزنی زیر میز. احتیاط اصلا جواب نمیده. الان هم جوریش داره که همه با هم حال میکنیم. گرفتی چی بهت میگم؟ ایشون با ما حال میکنه، حال نمیکنی شما. بله. تموم شد. شما با ما حال نمیکنی. خدا وکیلی بهت هم میگه. آقا من یه سوال دارم. این کار ساب نداره؟ داره آقا. لایک نداره؟ داره آقا داره. حواستون باشه لایک و کامنت حساب فراموشتون نشه. دقیقاً. داشی میافتید. آخه می چه تفریح مفتی هم به قول معروف نداریم. ببین تو پارکامون میریم یه سری لوازم ورزشی اینجوری کج کوله هست. یارو میری بیرون یارو صندلی نیمکت درخت، ای بابا چیکار کنیم چیکار نکنیم، درخت سیگار بده بکشیم. تفریحشون شده همین این دیگه کار دیگه نمیتونن بکنن که. به نظر من تفریح مفتی دارین، مفتی هم نه ارزون جای دارین. الان بخوای یه جوونه مثلا 20 خورده ساله بخواد بره به چرخه، تفریح خاصی داره بره انجام بده؟ ببین تفریح خب آخه یه سری از کارا هستش که خب برای من شاید تفریح برای تو نیست، برای تو تفریح برای اون نیست. گرفتی چی دارم بهت میگم؟ خب این کارا میتونه آقا جان شاید از نظر من کتاب خوندن برام تفریح فوق العاده خفنی. خب آره هست یکی پنجشنبه میاد عشقینه که بیاد بشینه خونه کتاب. اصلا میرم توی کافه من دیدم به چش قلیون اکسیژنه میکشن، اصلا قلیون کاب نمیده. من در رفتم تو، خب تبلیغشو تو اینستا دیدم، خب جدی دارم میگم از در رفتم تو میبینم هر کی یه شیلنگی بهش وصله، خب یه چیز داره اینجوری باد میکنه، بعد داره میکشه، بعد نگاه میکنه میبینه اصلا هیچ چیز دهن یارو بیرون هوا بیرون میاد، بعد کتاب نوستراداموس اینجوری باز کرده جلو خودش، خب 180 درجه با کرده، همچین هم سیست قیاسه به نفس گرفته جلو کتاب، کظم غیظم میکنه بلند نشه بزنه. من رفتم تو نگاه کردم شلوغ، کیپ تا کیپ نشستن نه خیلی اکسیژنه میکشن. بعد رفتم تو آقا یه دونه واسه ما بزن، میگن خب چه طعمی داری؟ یارو به میخنده. خب آقا تو که این همه تنه قلیون گذاشتی روی میز نباید یکیش یه اسانس بزنی؟ بابا یه اسانس 2 تا قطره بریز توش. گفتم اوکی آقا ساده شه بعدا بیا. تو بدم بمیرو بدم. تو بردار آقا بعد دارم میگم نخم پشت دوربین، جدی دارم میگم. آخه نه رفتم نشستم میبینم یارو نشسته، بعد واقعا داره به مشکلات زندگیش داره رسیدگی میکنه و حلش میکنه. من نمیدونم اون اکسیژن است، قلیون فازشو گرفته، آره عشقشو داره یا هر چیزی، کاری ندارم. نشسته اونجا همچینم گفتم چه سیسی گرفته دیگه، نشسته نگاه میکنی
اصلا نه کام میده نه طعم میده، فقط این بادکنک اینجوری خالی میشه، بعد دوباره وایس یکی بدونه بادش کنه، بعد شیرینی در بیاره خودت فوتش بدی، خب تا این یه ذره اینجوری باد کنه. این شد قضیه اکسیژنه. بعد یه خورده کشیدم، از بحثم خارج شدیم، یه خورده کشیدم دیدم که اصلا نه طعمی میده نه سرگیجه نه شادی. چجوری به این اعتیاد دارن؟ من گفتم تابلو نکنم، شروع کردم لبخند ریز زدم، گفتم شادی رو برام گفت حالا میکشم هیچ حرکتی نزنم یا امول چیزی. آقا شما اگه میدونید غیر اکسیژن چی کامنت بذار، سلام بکن. همه گفتی که به این خیلی ازم انرژی رفت، خیلی ازم انرژی اینجا مونده بود، دوست دارم به خودت اینجا مونده بود، اینو برای من حلش کن اصلا. ببین ولی اکسیژنه خلاصه که آقا اعتیاد کلا به چیز خوب نیست دیگه. ما داشتیم راجع به اعتیاد، من کلا این موضوع این برنامه راجع به اعتیاد به هر چیزی بود، کلا چیز خوبی نیست و شرایط کشور و جامعه و کلا دنیا نسبت به اعتیاد اصلا خوب نیست. حالا ما کسی صدای ما رو خارجی بشنوم نمیفهمه داریم چی میگیم، ولی همزبونامون که میبینن شرایط خیلی ناجوره. ما که سنمون نزدیکتره به رنج سنی، حالا دههای 70 دههای 60 دههای 80 بیشتر این قضیه رو دیدیم و میبینیم، به خاطر همین اوضاع خیلی خیته، خیلی مهندس اوضاع خیلی خیته، خیلی مهندس. ولی به نظر من اعتیاد یه جا قشنگه. اگه گفتی کجا؟ یه خورده قضیه رو شاید بخوام مثلا لایت ترش کنم و مثبت ترش بکنم، ولی میخواد چه بحث رل زدن باشه، میخواد چه بحث زن و شوهری باشه، میخواد بحث اعتیاد به این افراد داشته باشه. این به نظر من خیلی خفن تره. اعتیاد داشته باش به این افراد که به نظر من نه گفتم یا اگه رل زدی با همه که رل نمیزنی که. چرا هستن که با همه رل میزنن؟ آقا من برای مفید دارم ایجاد میکنم، چرا داری درست ما ایجاد کن؟ گفتم اگه رل میزنی، خب من که نمیگم با همه رل بزنی، من 3 قسمت دارم همه رو نصیحت میکنم. چی داری میگی؟ من بعد همه حرف غلام سلامه بیام با همه رل بزنی؟ آقا رل زدی، ازدواج کردی، با خانوادتی، به اینا اعتیاد داشته باش. چون به تو میگم به اینا اعتیاد داشته باش. به چیزا اعتیاد داشته باش، شمبلیله نزن، انبرنسا دود نکن، درخواست کمک نکن، کسی به دادت نمیرسه. تموم شده رفت. لایک و سابیاتون نه. بریم قسمت بعدی. خدا نگهدار. تموم شده رفت. خدا قسمت بعدی رو چی صحبت کنیم؟ نمیدونم چیزی سری